سلام من پردیسم و اینجا سینما چیه. بیاین و ببینید چه فیلمی این دفعه براتون آوردم. ای داد، میخوای ببینی عشق تا چه حد میتونه خطرناک باشه؟ فیلم توگدر یه تجربه ترسناکه که با وابستگی توی یک عشق ترکیب شده. داستان زوجیه که وقتی وارد فضای مرموزی میشن، عشقشون تبدیل میشه به زنجیر. بدن و روحشون درگیر میشه و هیچ کس نمیدونه تموم شدنش کجا و چه شکلیه. تیم و میلی بعد از سالها زندگی مشترک تصمیم میگیرن به جزئی از زندگی بیرون تبدیل بشن، به یک خونه در دل طبیعت. زندگی جدید شروع میشه، ولی اونقدر هم جذاب نیست. وقتی چیزی داخل زمین یا زیرش منتظرته تا شما رو به هم بچسبونه. دو نفر که عاشقن اما دیگه نمیتونن بدون هم نفس بکشن. یه نوع وابستگی که سلامت روانی رو بلعیده. زندگی مشترک تا وقتی عاشقانه است قشنگه، اما وقتی یکی برای نفس کشیدن به اون یکی وابسته میشه. در بازی روانشناسی این فیلم، میلی قدرتی درونی داره که بین عشق، خشم، تحمل و تسلیم بازی میکنه. تیم هم مردی پوچ، رویاپرداز و وابسته است. این ترکیب تبدیل میشه به یک چرخه وحشت‌آور وقتی عشق شکل ترس به خودش میگیره. نفوذ یک چیزی به بدن، حرکات غیر عادی و لحظه‌های خفقان‌آور. توگدر فقط یه فیلم ترسناک نیست، بلکه آزمایش خطرناک یه رابطه است. به ما نشون میده که اگه خیلی به هم وصل باشید، ممکنه دیگه نتونی از هم جدا شید، حتی اگه دیگه اون وابستگی رو نخوای. اگر فیلم‌هایی با موضوعات روانشناختی و وحشت عجیب میپسندی، حتما این فیلمو ببین. ممنون میشم کانال ما رو سابسکرایب کنی که هر وقت ویدیو جدید میاد تو هم مطلع بشی و حتما لایک کن. توی کامنت ها بنویس اگه شما مجبور بودی هر لحظه به یه نفر بچسبی، تحملشو داشتی و فرار میکردی.